در دوره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان در جماعت دهات گوجا بردیبایف ناحیه مرغاب مؤسسه تعلیمی تا مکتبی لاله برای کودکان و نورسان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه به طور مجازی به استفاده داده شد. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مرغاب مؤسسه تعلیمی تا مکتبی با شرایط نوزمانوی با مبلغ عمومی 452,000 سومانی با صفت بلند و مطابق با طلبات زمان معاصر ساخته شده برای 40 نفر کودکان این دهه دوردست پیش بینی گردیده است. اطلاع داده شد که در دهه مذکور زیاده از 1600 نفر اهالی زندگی میکنند که اکنون به مشکل فرزندان آنها به تعلیم و تربیت فرا گرفته میشوند. ساکنان بنیاد این مؤسسه را ثمره سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزیابی نموده با قناعتمندی مینه‌داری خویش را به پیشوای ملت اظهار داشتند. همچنین در این روز در دهه سرگنبز ناحیه مرغاب مؤسسه تعلیمی تا مکتب افسانه برای 40 نفر کودکان و نورسان مورد بهره برداری قرار داده شد. ضمن افتتاح مؤسسه مذکور که با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه برگزار گردید، ذکر گردید که مؤسسه تعلیمی تا مکتب افسانه با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم ساکنان محلی با مبلغ عمومی 460,000 سومانی بنیاد شده کارهای ساختمانی با صفت بلند و مطابق با طلبات زمان معاصر ساخته شده است. طور ذکر گردید بنیاد چنین انشاءاتها به فرا گرفتن نسل نورست در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و حس بلند وطن دوستی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. از نام ساکنان ناحیه مرغاب جماعت الچور دهه سرگنبز برای دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منتدار خویش را بیان می‌نمایم. ما خوانندگان وعده می‌دهیم که با رفتار نمنوی و با دانش خوب اعلی در بنای نو مرکز دولت تا مکتبی تحصیل نموده برای وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ساکنان دهه با خوشحالی از بنیاد چنین مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی که قبلا تنقیسی می‌کشیدند منتداری خود را بهر سیاست سازنده به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان داشتند. ما حال معارف ناحیه مرغاب از دستگیری و غمخوری همیشگی پیشوای معارف پرور و غمخوری ملت برای چنین تحفه ارزشمند اظهار سپاس نموده برای آن تلاش نموده ایستاده‌ایم که نسل نورس را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی حس بلند ملی و وطن دوستی تربیت نمودن بهر تامین نمودن آینده درخشان تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاریم. همچنین به تربیت گیرندگان این مؤسسه ها تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از سر و لباس عبارت بود از جانب نمایندگان حکومت مملکت تقدیم کرده شد. حفظ اجتماعی اهالی و سالم جامعه یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا زیر توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان قرار داشته در این زمینه اهالی با انفراساختار ضروری تامین می‌گردد. همین است که در دوره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان همزمان با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت در دهه گلزار جماعت دهات رنگکول ناحیه مرغاب بنگاه طبی به استفاده داده شد. گفته می شود که شماره اهالی دهه گلزار 361 نفر را تشکیل داده ساکنان از بنیاد بنگاه طبی با خوشنودی استقبال نمودند.